سلام دوستان، صدا صابر هستم با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی 0 تا 100 بازیسازی با نرم افزار یونیتی. این جلسه فکر کنم 11 یا 12 و 11 از دوره 0 تا 100 مونه. تو جلسه قبل یاد گرفتیم کلایدرها، تریگرها و برنامه نویسی تریگرها رو یاد گرفتیم. تگ ها رو یاد گرفتیم که تگ ها چی هستن، به درد چی میخورن و غیره. خب الان امروز میخوایم یه خود این کد رو یه خود بیشترش کنیم، بهترش کنیم و یه خود کار کنیم با تریگر ها. ببینین ما یه نور طولانی داریم، میخوایم موقعی که به این برخورد میکنیم نور خاموش بشه. خب حالا محیط یه خود تاریک میکنیم، از این محیط تاریک میشه و یه یه چراغ اضافه میکنیم. جلسات قبل یاد گرفتیم چطور اضافه میشه پوینت. خب از این انتخابش میکنیم کجاست. ببینیم اینجاست. این از نورمون بیارمش داخل صحنه. خب این تغییرش بدیم، تایپش رو به اسپوت برش گردونیم. خب ببریم بالا. این سمت بزرگش میکنیم. خب این از میبریم بالا، همینجا میذاریم بمونه. خود زیاد میکنیم نور رو، رنگشم به رنگی که دید داشته باشه. خب بذاریم همین بمونه. خب این از این این از نور. میگیم موقعی که بهش برخورد میکنیم نور فعال بشه. خب دیگه با این کاری نداریم، با این کار داریم. میگیم روی این وایساد نور فعال بشه روی این زمینه تا اینجا. خب یه تریگر بهش میدم، فینیش میذارم به عنوان مثال. حالا شما گرند بذارین یا هر اسمی که دوست دارین میذارم و تریگرش هم میزنم. این از این و میرم دوباره داخل کد. این بار میگم اگر تگ فینیش باشه. خب دیگه نیاین یه دونه از این نسازین. داخل همین فقط کافیه همین کد ایف رو کپی کنین. خب ولی شما بنویسید. من کپی میکنم ولی شما بنویسید. دستتون یه خود را بیفته. اسمش رو فقط عوض میکنم، مینویسم فینیش. بزرگ بود اولی. خب
میکنه بهش چی بشه؟ خاموش بشه. خب موقعی که ازش خارج میشه روشن میشه. اوکی؟ این از یک بار برخورد میزنیم و یک بار ایستادن رو امتحان میکنیم. ایستادن متدش فرق میکنه، دیگه آنتریگر اینتر نیست. حالا این آنتریگر اینتر رو امتحان میکنیم. موقعی که بهش برخورد میکنه فالس به این صورت. خب else در غیر این صورت اگه نباشه true باشه. خب این از سیو بگیریم، بریم داخل خود یونیتی. پلیر رو دوباره انتخاب میکنیم، میایم پایین، میایم پایین، بازم پایین، بازم پایین و بازم پایین. خب اینجا ببینیم یه دونه خالیه لایت. بعد چراغ میگیرم میدم به لایت گیم آبجکت. گفتیم که هر چیزی که داخل صحنمون هست یک آبجکت. اجرا میگیرم. اوکی خب این از این. الان من میرم برخورد میکنم به خب میبینی که خاموش نشد. چرا خاموش نشد؟ بریم بررسی کنیم. خب کد چی گفتیم؟ موقعی که برخورد داریم با فینیش ممکنه غلط املایی هم باشه. غلط املایی حتما توجه کنید. خب فینیش FINISH. خب ببینیم فینیش درسته فالسه. در غیر این صورت تروه. موقعی که با تگی برخورد میکنه که فینیشه. خب این کاملا باید الان کار کنه. بریم یه اجرا بگیریم. خب دوستان دوباره بریم کلیک، دوباره میریم برخورد میکنیم بهش، دوباره ایجاد، ولی خاموش نمیشه. چرا این اتفاق میفته؟ خب این از این کد ببینیم، کد پلیر رو. میایم پایین پوینت لایت. خب یه تغییری بدیم.
آن تریگر استای که تا زمانی که پلیر روی اون کلایدر قرار داره این اجرا میشه این متد. من یه اشتباهی که کردم ویدیو استاپ زده بودم این نوشتم بعد تازه فهمیدم که ویدیو استاپ و از همینجا اصلاحی میکنم. خب آن تریگر استای و هم داستان بالا بود و یه الس اضافه شد که اگر کاراکتر بهش خورد وان نستاده بود رو منطقه روشن باشه، چرا موقعی که نیست خاموش میشه. بریم ببینیم. خب الان میریم روی محیط وان میستیم. میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته. خب چرا اینجوری شد؟ دوباره یه کلیک و بریم ببینیم مشکل چی. مشکل از اینجاه. آن تریگر استای کلایدر فینیش else. خب true باید خاموش باشه. داره کارو خراب میکنه. باید الان خاموش بشه. در اصل ببینم سیو گرفتم اینا. خب سیوم گرفتم. این الس فکر کنم داره کار خراب میکنه. موقعی که الس میذاری خراب میشه. حالا دوباره چک میکنیم. خب بله همچنان الس داره کار خراب میکنه. خب الس ور میداریم. از دیلیت میگی موقعی که خارج شد. خب با یه متد دیگه هم آشنا بشیم به نام آن تریگر اکسیت. موقعی که از کلایدر خروج پیدا میکنه. پریویت از این پریویت void on trigger خب exit موقعی که خروج پیدا میکنه ازش. دوباره همین داستان. موقعی که پلیر از تایی که برخورد میکنه خارج میشه بشه فالس. خب
میریم به یونیتی. خب الان میریم یه تست بکنیم ببینیم چی میگه. خب چنان داره کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ ببینیم درسته. مشکل از کده. خب اگه با تگی برخورد کردم که فینیش آنتری استایبل ترو بشه، اگه خب این که اجرا نمیشه به صورت. خب این از این طریق کامنت کردن کلم با کنترل علامت سواله. خب این از این و خب این درسته دیگه. داره میگه من موقعی که استایم این خاموش بشه، اینجی روشن باشه، اونم روشنه. این درست کد درسته. خب میگه فالس شه، روشن که هست. خب کنترل اس این از این. خب اینا میبندیم. خب الان یه تست دیگه بریم. کار میکنه، استای داره کار نمیکنه. بزنیم شاید برای کلایدرش باشه. کلایدر یه خود بیاریم بالا. آره الان کار کرد. کلایدر اصلا بالا نبود. خب این از این. دوربین نیا کنی غیر فعال شده. دوربین فعال دیگه نمیشه. نیا کنیم من الان بیام بیرون. الان دوربین فعاله. خب همینی که برم داخل از اون نیا کنیم خاموش شد. کوده داشت درست کار میکرد، اما چی؟ کلایدره این پایین بود. ببینید این پایین بود، این بالا نبود. پس اینم فهمیدیم که همیشه مشکل از کد نیست. مشکلات میتونن ساختاری هم باشن، ساختار چیدمان، تریگرها و لول دیزاینرها و خیلی خیلی چیزا میتونه مشکلش باشه. همیشه مشکل از کد نیست. خب دوستان اینم از این. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.